و خب پس همینطور یه سری سیکل ساتردی هم برگزار میکنه که معمولا ساتردی هست، فری هست این ایونت توی شهرهای مختلف. اخیراً توی ملبورن و سیدنی 2 بود که بودم خوشبختانه. یه سری دیگه هم هستند که توی آمریکا یا اروپا هستند که خب اگه احیانا اونورا بودین میتونید شرکت کنید. خب برای امروز ما آقای یوسفی داریم. آقای یوسفی مدرس بی آی هستن و کانسالتنت هست و مشاور بی آی هستند توی یه سری شرکت های خیلی خوبی توی ایران. احتمالاً یه 2 ماه دیگه هم دارن تشریف میبرن کانادا که ادامه کارشون رو اونجا بدن. حالا من این رو تریبون میدم خدمت آقای یوسفی. شما اگه سوالی چیزی داشتید تو قسمت کوئسچن بپرسید. 5 دقیقه آخرش احتمالاً سوال جواب خواهیم داشت. آقای یوسفی ما در خدمت. سلام رضا جان، الان صدای من میاد؟ بله صدای شما میاد. منم شما رو پرزنتر کردم که شما الان قاعدتاً باید بتونید اسکرین. بله اومد تصویر؟ هنوز نه. آره الان اومد. خب سلام خدمت همه دوستان. امروز من با بحث شاپینگ بسکت آنالیسیس در خدمتتون هستم. در ابتدا خیلی تشکر میکنم از رضای عزیز که این شرایط رو فراهم کرد که به هر حال ما متخصصین ایرانی بتونیم همه با هم دیگه در ارتباط باشیم. خیلی باعث افتخار بنده است که در خدمتتون هستم. من یک زمانبندی رو انجام دادم که این زمانبندی رو 10 دقیقه اول امروز ما در مورد این مسئله و موردی که میخوایم بهش بپردازیم به طور کلی صحبت میکنم تا بفهمیم مثلا مسئله از چه قراره. در 10 دقیقه بعدی بحث طراحی در واقع بحث طراحی این سناریو رو بهش خواهیم پرداخت که به چه عواملی باید توجه بکنیم. بعد سراغ بحث پیاده سازی خواهیم رفت و همین گام ها و مراحلی که پیش روتون هستش و 5 دقیقه آخر هم همونطور که رضا جان گفتن به پرسش پاسخ خواهیم پرداخت. مطلبی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم شاپینگ بسکت آنالیسیس هست. در واقع در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ، حالا این فروشگاه‌ها میتونن فروشگاه‌های مجازی یا آنلاین باشن، مثلا مثل سایت آمازون، یا عرض کنم که میتونن که اینها فروشگاه‌های معمولی باشن. توی فروشگاه‌های بزرگ یکی از سوالاتی که پاسخش خیلی به درد صاحب اون فروشگاه، صاحب اون کسب و کار میخوره این هستش که ما پیدا بکنیم که کدوم مجموعه ها از کالا هستند که بیشتر با هم دیگه به فروش میرن. یعنی اگر هر کسی اونجا میاد خریدی انجام میده و تعدادی از محصولات رو انتخاب میکنه، بتونیم پیدا بکنیم که احیانا آیا گروه‌هایی از محصولات هستند که اینها در خیلی از فاکتورها دارن تکرار میشن در خیلی از فاکتورهای فروش. برای تشریح این مسئله 2 تا هدف رو می‌خوایم بهش برسیم. هدف اول اینه که خب خود این آیتم ست ها، فریکوئنت آیتم ست ها یا این مجموعه های تکرار شونده رو پیدا بکنیم. این خب کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم چیدمان بهتری توی فروشگاه داشته باشیم. احیانا کالاهایی که به هم وابستگی اینچنینی دارن رو کنار هم قرار بدیم که مشتری که کالای اول رو می‌بینه بعدش دومی رو هم ببینه و بتونه اینطوری بتونیم میزان فروشمون رو افزایش بدیم. همینطور ممکنه فروشگاه روی این مجموعه ها بیاد احیانا پروموشن هایی بذاره و اینا رو پک هایی بکنه و با قیمت های مناسب‌تر بفروشه، کاری که تو خیلی از فروشگاه های خارجی خیلی متداول هست. هدف بعدی که هدف پیشرفته تری میتونیم بگیم هست پردیکتیو گول هست که تو فروشگاه های مجازی و آنلاین خیلی میتونه ازش خوب استفاده بشه و اون این هستش که اگر مشتری اومد و کالای آبی رو از ما خرید، ما طبق اون وابستگی هایی که شناسایی کردیم قبلا از روی تراکنش های قبلی بتونیم یک کالاهای ایکس و ایگرگ جدید رو هم بهش پیشنهاد بدیم و خب این پیشنهادات تو خیلی از سایت ها هست، ولی به این طریق ما میتونیم پیشنهادات رو خیلی هوشمندانه تر بکنیم. یا حتی جایی که این فروش مجازی انجام نمیشه، یعنی آنلاین نیستش، ممکنه که ما بتونیم سیستمی بسازیم که این سیستم در اختیار اون فرد فروشنده باشه و با استفاده از این سیستم انتخاب بکنه که بگه
این مشتری چه کالاهایی رو خریده و حالا من چه کالاهایی رو بهش پیشنهاد بدم که این سیستم میتونه کمک بکنه. این چیزیه که ما امروز هم می‌خوایم بسازیم، یعنی می‌خوایم در واقع کل این سناریو رو در این زمانی که داریم پیاده سازی بکنیم و یک داشبوردی هم بسازیم که در واقع اون فرد فروشنده بتونه بگه که خیلی خب بعد از فروش این کالاها به مشتری یا بعد اینکه مشتری این کالاها رو انتخاب کرد من چه کالاهای دیگری رو بهش پیشنهاد بدم. که خب این در واقع نمایش بخشی از توانمندی‌هایی که ما از ترکیب انجین دیتا ماینینگ مایکروسافت با سایر ابزارهاش میتونیم در واقع این رو پیاده سازی بکنیم. پیش نیازهایی که ما برای اجرای این قضیه بهش احتیاج داریم، خب در وهله اول پلتفرم SQL و پلتفرم SQL رو ما سرویس های دیتابیس انجین که سرویس اصلی خب پلتفرم SQL هست، آنالیسیس سرویس مالتی دایمنشنال که در واقع کارهای دیتا ماینینگ هم با همین آنالیسیس سرویس مالتی دایمنشنال انجام میشه و سرویس ریپورتینگ سرویس رو برای ساخت اون لایه نهایی و داشبوردها نیاز داریم. اینا سرویس های پایه است. یه سری تولز می‌خوایم، این تولز هایی که SSDT یا SQL Server Data Tools هستش که در واقع یک نسخه خاصی از ویژوال استودیو هست که برای طراحی و پیاده سازی پروژه های BI در واقع پیاده سازی شده، یعنی کار با سرویس های مثل SSIS، SSAS، مالتی دایمنشنال و تابولار و SSRS. و همینطور نیاز به یه بروزر داریم که نهایتاً حالا مثلا بروزری مثل اینترنت اکسپلورر که بتونیم این نهایتاً داشبوردها رو توش ببینیم. این من فکر کنم جای انداختم SSMS یا SQL Server Management Studio هم که در واقع همون پنل اصلی خود منیجمنت استودیوئه که ما از اون هم برای مدیریت این کارا میتونیم استفاده کنیم. داده ای که ما توی این مثال بهش خواهیم پرداخت سامپل دیتامون در واقع دیتا ورهاوس ادونچر ورک هست. ادونچر ورک رو فکر کنم همه شما میشناسید که خب دیتابیسی که مایکروسافت سالها ازش برای تست در واقع به عنوان سامپل تو خیلی از مثالاش ازش استفاده کرده. علاوه بر اون ادونچر ورک که احتمالاً بیشتر دوستان باهاش آشنا هستن، یه نسخه ادونچر ورک DW هم وجود داره که تقریبا همون داده هاست ولی با مدل طراحی دیتا ورهاوس که جدول فکت و دایمنشن و این داستان ها در داخلش وجود داره. حالا کم کم شروع کنیم بحث پیاده سازیمون رو. برای کلا ما وقتی با یک سناریو داده‌کاوی مواجه میشیم، اولین قدم شناسایی کی کانسپت ها یا مفاهیم کلیدی در اون مسئله هست که قسمت سخت ماجرا هم اینجاست و بقیه کار خیلی کار سختی نیست. الان راجع به اون دیزاین کانسپت ها میخوایم صحبت کنیم. فقط قبلش من جدول پایه رو خدمتتون نمایش بدم که چه جدولی رو در اون داده‌ای که ما می‌خوایم روش کار بکنیم چی هستش. همونطور که عرض کردم توی ادونچر ورک در ویو هایی که به صورت بیلتین وجود داره یه ویو به اسم وی اسوسییشن سیکونس لاین آیتمز وجود داره که این رو الان من دیتاش رو که خدمتتون نشون بدم اینجا الان میتونیم این رو ببینیم. این دیتا در واقع حالا یه دیتای دی نورمال شده هست که در واقع داره نشون میده که تو هر کدوم از فاکتورها چه مدل های کالا تا به الان فروش رفته و در واقع گزارش نمونه از اون فاکتورهای ما. مثلا به عنوان مثال این اوردر نامبر میبینید دو سطر اول با هم یکیه که این نشون میده خب این داده های یک فاکتور هست و این دو تا مدل کالا توش فروش رفته، یا دو سطر بعدی باز به همین ترتیب. فاکتور بعدی میبینید سه سطری هستش که سه ردیف 1 و 2 و 3 داره و این سه تا مدل کالا خیلی در واقع توی این فاکتور با هم در یک جا قرار دارن و ما ممکنه مثلا فرض بکنید که به این نتیجه برسیم که خب این مانتن 200 و این اسپورت 100 کالاهایی هستن که به عنوان مثال در خیلی از فاکتورها تکرار شدن و این رو به عنوان یک frequent item set بتونیم شناسایی بکنیم. حالا اون مفاهیم کلیدی رو من اینجا در واقع سعی کردم توی این اسلایدها خدمتتون توضیح بدم. اون چیزهایی که قبل از اینکه اصلا ما دست به کار بشیم و ویژوال استودیو رو برای طراحی بخوایم باز بکنیم مواردی که لازم هست بهش بپردازیم. ببینید البته مفاهیم کلیدی کلا بحثش یه مقدار پیچیده و سنگینه. من سعی می‌کنم یه اینترویو خیلی ساده‌ای از این قضیه ارائه بکنم، امیدوارم که قابل درک باشه برای همه.
عرض کنم الان این جدولیه که ما می‌بینیم. خب ما در هر مسئله داده‌کاوی اول از همه باید اتریبیوت ها رو شناسایی بکنیم. اتریبیوت ها در واقع اون ویژگی هایی هستند که هر کدوم معرف بخشی از اطلاعات مرتبط به اون قضیه هستند. الان در این مثال ما دنبال این هستیم که ببینیم چه مدل هایی از کالا در فاکتورها تکرار شده. بنابراین اینجا اتریبیوت هایی که ما داریم، یکی اتریبیوت اوردر نامبر، یعنی همون چیزی که شماره هر فاکتور رو مشخص میکنه و اتریبیوت بعدی مدل هستش. اینجا به عنوان مثال لاین نامبر که شماره این ردیف هاست نقشی در مسئله ما نداره. ممکنه حالا ما مثال دیگری رو طور دیگری مطرح بکنیم که احیانا درون این لاین نامبر یه نقش مثبتی بتونه پیدا بکنه. عرض کنم که در مورد هر اتریبیوتی که ما مشخص می‌کنیم باید دیتا تایپش رو مشخص کنیم که خب این دیتا تایپ ها در انجین دیتا ماینینگ دیتا تایپ های خیلی کلانی هستن. کلا ما 6 مدل دیتا تایپ تکست، دیت، لانگ، دابل، بولیان و باینری رو داریم که اینجا خب دیتا تایپ ها مشخصه که این دو ستون تکست هستن. کانتنت تایپ هم که در واقع معرف این هستش که به نوعی نقش هر کدوم از این اتریبیوت ها چی هست که باز ما کانتنت تایپ های مختلفی داریم که الان در این مثال ما هر دو اینا نقش کلید رو ایفا میکنن. دلیل اینکه چرا اینها کلید هستن رو در صفحه بعد من خدمتتون توضیح میدم. توی این صفحه ما مفهوم خیلی مهم بعدی رو میخوایم بهش بپردازیم. میخوایم تشخیص بدیم که توی مسئله کیس چی هستش. کیس در واقع اصلی ترین مفهومیه که ما توی دیتا ماینینگ باید بتونیم تشخیصش بدیم و شناسایی کیس شاید بشه گفت مشکل ترین قسمت تو تحلیل یک سناریوی دیتا ماینینگ هست. تشخیص نادرست کیس منجر به این خواهد شد که ما به جای اینکه اون مسئله‌ای که دنبالش هستیم رو حل بکنیم یک مسئله دیگر رو حل بکنیم و طبیعتاً به اون جوابی که می‌خوایم نرسیم. اینجا الان خب من اول توضیح در مورد کیس بدم. ببینید کیس اون انتیتی اصلیه که ما کار دیتا ماینینگ رو روش انجام میدیم، یعنی اون چیزی که مورد تحلیل و آنالیز قرار میگیره کیس ما هست. الان با توجه به اینکه ما میخوایم ببینیم که مجموعه های تکرار شونده کالا در فاکتورها چیا هستن، اینجا هر کیس یا هر نمونه از مسئله ما یک فاکتور هست. یعنی ما اگر بخوایم مثلا اونقدر کوچیک بکنیم که فقط یه نمونه دیتا داشته باشیم، اون یک نمونه یک فاکتور خواهد بود که حالا تعدادی کالا خواهد داشت. این کیس که حالا من اینجا با کادر رنگ حالا لیجند اینجا گذاشتم که رنگ آبی جاییه که ما یک کیس رو مشخص کردیم. الان این کادر آبی که من کشیدم معرف همه اون چیزیه که در یک فاکتور قرار میگیره که تو مثال ما الان فعلا همین دو ستون هستش. عرض کنم باید حالا در تعریف کاملتری میشه گفت که کیس مشخص کننده چگونگی ارتباط بین اتریبیوت ها هست. یعنی ما هر تعریفی از کیس میکنیم و تمام اتریبیوت ها تو دل اون تعریف جا بشن. خود کیس رو میشه به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد. یه پرایمری کیس یا کیس اصلی داریم، کیس در واقع بدنه اصلی کیس هستش که اینجا بدنه اصلی کیس ما همون فاکتوره، یعنی یک فاکتور، و نستدش که میشه جزئیاتش میشه کالاهایی که توی اون فاکتور قرار میگیره. این مفاهیم که ما بهش میپردازیم خب دلیلش اینه که به هر حال در فاز پیاده‌سازی راجع به تک تک اینها از ما سوال میشه و ما باید بتونیم گزینه مناسب رو انتخاب کنیم. الان پس با این حساب من کیسم یک فاکتوره، مفهوم یک فاکتور، نه منظورم ستون شماره فاکتور نیست، مفهوم یک فاکتور، و نستد کیس هم کالاهایی که تو اون فاکتور قرار میگیره. کیس ما یک کلید میخواد که اینجا کلید رو من با رنگ مشکی، کادر مشکی این بالا مشخص کردم که خب کلیدش ویژگی یا اتریبیوت اوردر نامبره، و نستد ما هم یک کلید میخواد که کلیدش مدله. خب تعریف کلید رو به هر حال همون تعریفی که همه جا هست رو اینجا هم میشه استفاده کرد که کلید وظیفه‌اش جدا کردن این در واقع انتیتی های مختلف و عناصر مختلف از هم دیگه است. الان اوردر نامبر فیلدیه که خب شماره فاکتورها رو از هم تفکیک میکنه، یا مدل فیلدیه که در هر فاکتور میاد کالاها رو از هم تفکیک میکنه. بنابراین تعریف که کیس کی و نستد کی به این ترتیب انجام میشه. و یه چیز دیگه هم که ما باید بهش فکر کنیم کیس تیبل و نستد تیبل، که کیس تیبل و نستد تیبل خب کاملا به چیدمان یا ساختمان جداول برمیگردن و بستگی به این پیدا میکنه که ما دیتامون رو چجوری ذخیره کردیم، که الان خب توی این دیتا ما
این ویویی که من بالا با همین نام این ویو اصلی که با کادر قرمز مشخص کردم، این در واقع کیس تیبل و نست تیبل ما هست که در این مثال کیس تیبل و نست تیبل با توجه به اینکه جدولمون دی نورمال شده یک جدول واحد هستش. آخرین مفهومی که اینجا باید بهش بپردازیم تا بعد بریم ویژوال استودیو رو باز کنیم و کار رو شروع کنیم، مفهوم اینپوت و آوتپوت هستش. در واقع هر الگوریتم داده‌کاوی از یک سری ویژگی ها استفاده میکنه یا به عبارتی از یه سری داده های ورودی رو دریافت میکنه و یک نتیجه رو به عنوان آوتپوت، یه داده رو به ما برمیگردونه. اینپوت و آوتپوت چیزهای مختلفی میتونن باشن، این کاملا بستگی به سناریو دیتا ماینینگ ما داره. الان در این مثال در واقع ورودی ما نستد کیسمونه و خروجی اونم نستد کیسمونه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقتی که این مدل رو بسازیم و میخوایم ازش استفاده بکنیم، مجموعه ای از کالاها رو به عنوان ورودی به مدلمون خواهیم داد و مدل هم مجموعه ای از کالاها رو به ما برخواهد گردون. یعنی مثلا ما میگیم ما مشتری داریم کالای A و B و C رو خریده، این مجموعه میشه که ما به عنوان ورودی میدیم و حالا اون میگه که باید تو کالای X و Y و Z رو بهش پیشنهاد بکنی و این میشه اون مجموعه کالاهایی که اون به ما پیشنهاد میده. بنابراین اینجا نستد کیس ما نقش اینپوت و آوتپوت داره در این مثال ما. خب حالا بپردازیم به بحث، عرض بکنم که شروع بکنیم بحث پیاده سازیمون رو. خب بسیار عالی. برای شروع کردن فاز ایمپلمنتیشن ما خب لازم هست وارد، همونطور که قبلا عرض کردم، وارد SSDT یا SQL Server Data Tools بشیم. اینجا من لینک نیو پراجکت رو میزنم. پروژه از جنس آنالیسیس سرویس مالتی دایمنشنال اند دیتا ماینینگ که از همون انجین آنالیسیس سرویس مالتی دایمنشنال استفاده میکنه. این نوع پروژه رو باید انتخاب بکنیم و اینجا فرض بکنید من یک پروژه تحت عنوان بسکت آنالیسیس، حالا قسمت دیتا ماینینگش، این رو اضافه میکنم، اوکی میکنم و این پروژه برای من ساخته خواهد شد. خب اینجا ما اشیاء مختلفی داریم. اولین شیئی که باید بهش بپردازیم شیء دیتا سورس هست. دیتا سورس منبع داده پروژه در واقع پروژه ما محسوب میشه که الان ما باید در واقع خودمون رو وصل بکنیم توی این پروژه به اون دیتا هاوس ادونچر ورک DW. خب اینجا من نیو میزنم، در قسمت تعریف کانکشن سرور لوکال رو تعریف میکنم، حالا رو دستگاه من اینطور هست، دیتا هاوس ادونچر ورک DW اوکی میکنیم و در صفحه بعد خب این ساخت کانکشن. از این کانکشن در فرآیند طراحی استفاده میشه، یعنی جایی که ما میخوایم اشیاء موجود در این دیتابیس رو ببینیم، در این دیتا هاوس رو ازش استفاده بکنیم. کاربرد این کانکشن برای فرآیند طراحی. ولی بعد اینکه طراحی ما تموم شد، حالا ما باید این پروژهمون رو به اصطلاح دیپلوی بکنیم، مستقر بکنیم روی یک آنالیسیس سرویس و بعد دیتا رو باید توش بارگذاری بکنیم. در فرآیند بارگذاری دیتا که اصطلاحاً بهش پروسس گفته میشه، در این فرآیند ما نیاز به یک یوزری داریم که این یوزر باید دسترسی رید روی دیتابیس داشته باشه که بتونه دیتا رو از اونجا بخونه و تحویل ما بده. این یوزر که اینجا بهش ایمپرسونیشن اکانت گفته میشه، باید یوزری باشه که این دسترسی رو داشته باشه. یک یوزر ویندوزی هست، من مثلا یوزر خودم رو که میدونم روی این دستگاه اکسس کافی داره این رو اینجا معرفی میکنم. صفحه آخرم تعیین نام این دیتا سورس است. الان دیتا سورسی به این ادونچر ورک DW ساخته میشه. در مرحله بعد میریم سراغ دیتا سورس ویو. دیتا سورس ویو در واقع یک نمایی از مدل رابطه‌ای رو در اختیار ما قرار میده و ما با استفاده از این شی میتونیم اون لیست ویو ها و جداولی که در داخل دیتابیس هستن رو ببینیم و از اونها به عنوان پایه طراحی اشیاء بعدیمون استفاده بکنیم. ساخت دیتا سورس ویو هم بسیار ساده است. در مرحله اول دیتا سورسمون که قبلا ساختیم انتخاب میکنیم و در صفحه بعدم میگیم کدوم ویو ها یا جداول رو اینجا میخوایم در این مثال ازش به عنوان پایه طراحی اشیاء بعدی استفاده کنیم که من میام سراغ همین ویویی که خدمتتون معرفی کردم. هرچند بقیه جداول و ویو ها هم میشه به پروژه اضافه کرد ولی فعلا فقط به این نیاز داریم. بعد این پروژه باز تعیین نامی برای دیتا سورس ویو و فینیش رو میذاریم. خب الان ما وارد محیط
DSV شدیم. توی این محیط الان میتونیم این جدول تک جدول رو ببینیم. این جدول رو میتونیم رایت کلیک کنیم روش، اکسپلور دیتا بزنیم، همینجا دیتاش رو مشاهده بکنیم، همون دیتایی که توی منیجمنت استودیو هم دیدیم و کارهای بیشتری هم میشه تو DSV انجام داد. اگه ما بخوایم ساختار این ویو رو احیانا تو همین سطح DSV بخوایم تغییرش بدیم، یه تغییراتی میشه روش اعمال کرد که الان برای این مثال نیازی به انجام این کار نیست. فولدرهای بعدی کیوبز و دایمنشنه که برای ساخت یک پروژه اولپ مالتی دایمنشنال مورد استفاده قرار میگیره. و الان ما میریم سراغ فولدر ماینینگ استراکچر. اینجا نیو ماینینگ استراکچر رو میزنیم. قبلش من این توضیح رو بدم که ما در انجین دیتا ماینینگ مایکروسافت دو تا شیء اصلی داریم که فرآیند داده‌کاوی رو در واقع با اونها انجام میدیم. حالا من توضیحاتی از این اشیاء رو توی این پرزنتیشن هم اینجا قرار دادم که ماینینگ استراکچر در واقع معرف شیپ یا اون قالب اصلی مسئله هستش که در واقع خیلی از مفاهیم مثل مفاهیم مربوط به اتریبیوت ها و کیس ها و اینا در قالب این شی تعریف میشه و ساختار شپ ریلیشنال داره و ما وقتی پردازش میکنیم دیتا خونده میشه میاد توی کشی به اسم ماینینگ استراکچر کش اینجا ذخیره میشه و یه سری کارها هم روش انجام میشه. شیء بعدی که شیء اصلی داده‌کاوی ما شیء ماینینگ مدل هست که این ماینینگ مدل شیء که در اونجا الگوریتم داده‌کاوی اعمال میشه روی داده مورد نظر ما و عرض کنم که اون در واقع الگوهایی که ما به دنبال کشف اونها بودیم شناسایی میشه و در قالب این مدل ذخیره میشه و ما بعداً که میخوایم از این نتیجه داده‌کاویمون استفاده کنیم سر و کارمون با مدل داده‌کاوی خواهد بود. در واقع نقش ساختار داده‌کاوی این هستش که یک ساختار داده‌کاوی میتونه مدل‌های مختلف داشته باشه و برای همه این مدل‌ها میتونن از یک کش واحد استفاده بکنن که از لحاظ مدیریتی و پرفورمنسی ساختار مناسب‌تر و بهتری هستش. خب الان میریم حالا سراغ ساخت همین ماینینگ استراکچر که عرض کردم خدمتتون. میایم اینجا ادامه این ویزارد رو میدیم. الان در این ویزارد ما خب در صفحه اول باید نوع منبع داده رو انتخاب بکنیم. در این فضا ما میتونیم نوع منبع دادهمون میتونه ریلیشنال دیتابیس یا ریلیشنال دیتا ورهاوس باشه که مثل سناریویی که الان ما داریم، یا میتونه یک مکعب چند بعدی یا مالتی دایمنشنال باشه که ما الان گزینه بالا رو انتخاب میکنیم. خیلی تفاوتی وجود نداره بین این دو روش. در این صفحه که ما الگوریتم داده‌کاوی رو انتخاب میکنیم که این الگوریتم داده‌کاوی برای این مثال الگوریتم اسوسییشن رولز هست یا الگوریتم در واقع قواعد انجمنی که الگوریتمیه که بسیار برای این جور تحلیل‌ها مورد استفاده قرار میگیره. در صفحه بعد انتخاب دیتا سورس ویو رو انجام میدیم. بسته به اینکه از جدول کدوم DSV میخوایم استفاده کنیم که ما در پروژهمون یک DSV یا یک دیتا سورس ویو بیشتر نداریم و تو این جدول هم فعلا یک شی بیشتر وجود نداره. خب اینجا ما اون کیس تیبل و نست تیبلی که در اون فایل پرزنتیشن در مورد شناسایی و تحلیلش صحبت کردیم و اینجا باید تشخیص بدیم. خب الان همونطور که گفته بودم این جدول هم کیس تیبل هم نست تیبل ماست. اینا رو انتخاب میکنیم. در صفحه بعدی ما اتریبیوت ها یا ستون های این جدول رو میتونیم ببینیم که خب همونطور که گفته بودم ببخشید اینجا اوردر نامبر در واقع نقش اتریبیوت کلید رو برای کیسمون بازی میکنه. کیس کی هست و مدل هم که نستد کی هست و از طرف دیگه ما اینپوت و آوتپوت رو باید مشخص کنیم که اینپوت آوتپوت این نستد کیس ماست که خب اینجا جایی برای تیک زدن وجود نداره. یه استاندارد اینجا هست، اونم اینه که ما وقتی کلید یک نستد کیس رو انتخاب میکنیم به عنوان اینپوت یا آوتپوت به معنای اینه که کل اون نستد کیس به عنوان اینپوت یا آوتپوت تعریف شده. دلیلش اینه که خب خود ویژگی کلید هیچ وقت نمیتونه اینپوت یا آوتپوت باشه و انتخاب کلید اینجا برای اینپوت یا آوتپوت به معنی انتخاب کل نستد کیس، یعنی انتخاب این جدول به عنوان اینپوت و آوتپوت هستش. در صفحه بعد ما باید کانتنت تایپ و دیتا تایپ اینا رو مشخص کنیم که این معادل با همون چیزی هست که ما تو فایل پرزنتیشن ساخته بودیم، نیاز به تغییر نداره، درست شناسایی شده. در صفحه بعدم اینجا تعیین درصد مجموعه تست و مجموعه ترین هست که ما برای فاز ارزیابی نتایج و صحت نتایج میتونیم بخشی از دیتا رو که الان اینجا عدد دیفالتش 30% هست میتونیم کنار بذاریم که
بعداً تست کردن نتایج الگوریتم رو روی مجموعه تست انجام بدیم و مطمئن بشیم که الگوریتممون به درستی و صحت خوبی کار میکنه. الان شما بحث اوالویشن رو نمیخوایم بررسی کنیم، من درصد این مجموعه رو 0 میذارم. میریم جلوتر. اینجا تعیین نام ماینینگ استراکچر و ماینینگ مدل، من این رو همون بسکت آنالیسیس میذارم و نام مدلش رو هم همین میذارم و اینجا امکان دریل ترو رو هم فعال میکنیم که داده های موجود در این مدل هم در صورت لزوم بتونیم ببینیم. فینیش رو میزنیم و اینجا وارد محیط دیتا ماینینگ دیزاینر میشیم که خب در این تب‌های مختلفی داره. تب ماینینگ استراکچر، طراحی ساختار ماینینگ مدل که مدل های داده کاوی تنظیماتش اینجا انجام میشه و تب‌های مختلف که من الان حالا پروژه رو ابتداعاً رایت کلیک میکنم و دیپلوی میکنم تا اینکه بعد بتونیم تب‌های بعدی رو با دقت بیشتر ببینیم. خب این دیپلویمنت روی آنالیسیس سرویسی که توی این دستگاه وجود داره انجام میشه. بله الان این دیپلویمنت انجام شد و ما اگه بریم تو منیجمنت استودیو و کانکت بشیم به آنالیسیس سرویس، اینجا لیست دیتابیس هامون رو ببینیم. اینجا الان میتونیم این بسکت آنالیسیس دی ام رو که الان با هم ساختیم اینجا ببینیم، این ساختار داده کاوی و مدل داده کاوی که اینجا پیاده سازی شده. خب حالا این مدل رو هم تو این صفحه هم تو خود اون صفحه ویژوال استودیو ما میتونیم در تب ماینینگ مدل ویور اون مدل کانتنتی که در واقع یا به اصطلاح همون الگوهایی که دنبال کشفش بودیم رو بتونیم اینجا میتونیم ببینیم. الان ببینید در این تب آیتم ست ما میتونیم مجموعه های تکرار شونده رو ببینیم که در واقع این تب میتونیم بگیم تامین کننده اون دسکریپتیو گول ما هستش، اون هدف توصیفی مونه. الان ما اینجا پیدا کردیم که مدل محصول مانتن باتل کیج و واتر باتل این دوتا با هم 1623 بار در مجموعه فاکتورهای ما مشاهده شدن که خب این خیلی در واقع میتونه خیلی به درد بخوره دونستن همچین دانشی برای مدیر یک فروشگاه. یا رود باتل کیج و واتر باتل دوباره 1513 بار تکرار شدن و به همین ترتیب اینها رو میتونیم باندل های دوتایی یا ستایی با این ترکیب بیایم ستایی و چند تاییش، مثلا یه ستاییه که الان اینجا این سه تا کالا 589 بار با هم تکرار شد. این اون دسکریپتیو گول ما هستش. ولی برای رسیدن به پردیکتیو گول که قدم بعدی ما هست، تب اوله که ببخشید تب اول هستش که خیلی به ما کمک میکنه. چون این تب اول یک سری رول یا قاعده اینجا به دست اومده که این قاعده ها مثلا فرض بکنید قاعده اول ملاحظه فرمایید میگه که تورینگ تایر اگر اگزیستینگ باشه و واتر باتل هم اگزیستینگ باشه میتونیم نتیجه بگیریم تورینگ تایر تیوب هم اگزیستینگه. یعنی در واقع به این نتیجه رسیدیم که کنار هم بودن اون دوتا کالای A و B میتونه منجر به یک کالای مثلا Xی بشه. یا فرض پایین‌تر که بیایم تعداد این قوانین و احتمالات در اندازه‌های مختلف وجود داره. مثلا فرض بکنید که اینجا میگیم LL رود تایر و هاف فینگر گلاس منجر به فروش رود تایر تیوب میشه. بنابراین ما وقتی که مشتری خریدی انجام میده اون رو تطابق میدیم با این ساختار و بعد میتونیم بهش پیش‌بینی‌های جدیدی انجام بدیم. این اون چیزیه که خب بهش اصطلاحاً مدل کانتنت یا لرند پترن گفته میشه. ما خب توی این پروژه قصدمون این هستش که ببینیم چطوری رو میتونیم در اختیار یک فروشنده، در اختیار یک شخصی که حالا میخواد با مشتری تعامل داشته باشه قرار بدیم. برای این کار ما لازم هستش که پروژه جدیدی تعریف بکنیم و از اون استفاده کنیم. ولی قبل از تعریف عرض بکنم که یک پروژه جدید، من اینجا میتونم تو این تب ماینینگ مدل پردیکشن بیام. اینجا جاییه که کمک میکنه که یک سری گزاره های پردیکشن رو به صورت ویژوالی خیلی در واقع سریعتر بتونیم بسازیم. گزاره هایی که اینجا تولید میشه به زبان DMX هست که زبان بسیار ساده و خوشدستیه، زبانی که خیلی هم شبیه به زبان SQL TSQL طراحی شده و برای کسایی که SQL بعدا خیلی خوب و سریع میتونن اینو یاد بگیرن. اینجا حالا ما انواعی از پردیکشن داریم. اینجا یک
مدل از پردیکشن ها هست که بیشتر به درد سیستم های DSS میخوره و بهش پردیکشن سینگلتون گفته میشه. الان توی این پردیکشن سینگلتون من اینجا ملاحظه میکنید سمت چپ، تو باکس سمت چپ ماینینگ مدلم رو دارم که اینجا حالا اجزاش رو میتونم ببینم، شماره فاکتور، این نام نستد تیبلمه، این اون ستون مدل در داخل نستد تیبلم هست و این ور هم حالا چون نستد تیبل من اینپوت و آوتپوت هست، من که الان میخوام یک پردیکشن یعنی یه تستی روی پیش بینی انجام بدم، الان چیزی که باید در اختیار این قرار بدم مجموعه از کالا هاست، یعنی یک نستد کیسه. خب بنابراین اینجا چیزی که برای من امکان انتخابش رو گذاشته یک نستد کیس است. این لیست کالاهاییه که ما اینجا داریم و حالا من میتونم تعدادی از این کالاها رو با دبل کلیک کردن انتخاب بکنم. مثلا بگم که این 3 تا کالا رو بر فرض مشتری من انتخاب کرده، این رو اوکی کنم، این میشه ورودی من و حالا این رو دبل کلیک کنم، این میشه آوتپوت من هستش. این در واقع نستد کیس که دبل کلیک کردم و این پایین در واقع توی کوئری دیزاینر من ظاهر شد. خب من اینجا این دکمه عرض بکنم کلیک بکنم، اینجا میتونم نتایج اجرا رو ببینم که خب این الان داره کالاهایی که اون داره پیشنهاد میکنه. خب الان این پیشنهاد شامل همه کالاها هست که این خب در واقع ما میتونیم بگیم هر کسی که خریدی میکنه، خب ما همه کالاهای دیگر میتونیم بهش پیشنهاد بدیم، ولی خب مسئله که مطرح هست اینه که با چه احتمالی و با چه درصدی طرف امکان داره اینا رو بخره و ما طبیعتا دنبال پیشنهاد کالاهایی هستیم که احتمال خریدشون بیشتر هست. بنابراین شاید برای ما بهتر این باشه که 2 تا کالای برتر، 3 تا کالای برتر رو مثلا بتونیم از توی این انتخاب بکنیم. خب این کار نیازمند اینه که من بیام توی این کوئری که این فضا برای من جنریت کرده و حالا برای اینکه بتونیم راحت‌تر اینو تحقیق بدیم، من این رو کپی میکنم میارم تو فضای منیجمنت استودیو. اینجا یک گزاره DMX در واقع نوع کوئری آنالیسیس سرویسز DMX کوئری باز میکنم و اینجا با آنالیسیس سرویس هم کانکت میشم. این بالا اون دیتابیس آنالیسیس سرویس که ساختم رو انتخاب میکنم و حالا اینور الان نام ماینینگ مدل من اومده و این هم فیلداشه که من اینجا در نگارش کوئری میتونم با درگ اند دراپ کردن این فیلدها کوئریمو خیلی سریعتر بسازم. من اون رو پیست میکنم، این چیزی که اینجا الان برای ما ساخته شد من این رو اجرا میکنم. خب نتیجه اجرا به صورت یک نستد کیسه که اینم جزئیاتش هست. همونطور که عرض کردم ما کالاهای برتر رو میخوایم. اینجا مثلا ما یک تابعی داریم به اسم predict association که با این predict association من میتونم بگم که 3 تا کالای مثلا برتر رو به من برگردون که الان اینجا حالا من اون 3 تا کالا رو ببخشید میتونم ببینم. و البته باز برای اینکه این حالت نستد رو نداشته باشه و ما بتونیم فلت این رو ببینیم که تو ابزارهای دیگه هم راحت‌تر بتونیم ازش استفاده بکنیم، اینجا من یه کیورد فلتند هم اضافه میکنم که این وقتی اجرا میشه باعث میشه که در واقع نتایج اجرا رو به این ترتیب در یک ساختار فلت و مسطح به من برگردونه. من الان اینجا کالاها رو اگر عوض بکنم در واقع بسته به اون کالاهای ورودی این پردیکت اسوسییشن کالاهای دیگری رو به من پیشنهاد میکنه. ممکنه در کالاهایی که پیشنهاد میکنه احیانا اون کالای قبلی هم باز باشه. اگه بخوام اینجوری نباشه میتونیم بگیم که این اکسکلوسیو باشه که حالا من اینجا چیزی اشتباه زدم، اکسکلوسیو باشه که در واقع مطمئن باشیم که حالا اون کالاهایی که مشتری خریده دوباره بهش همونا پیشنهاد نخواهد شد. به این ترتیب من الان میتونم این کوئری رو حالا ببرم توی ریپورتینگ سرویس که پروژه بعدیم هست و تو ریپورتینگ سرویس حالا میتونیم برفرض این کالاهایی که الان اینجا دستی من وارد کردم اینا رو به صورت پارامتر تعریف بکنیم که اون سیلز پرسن اون در واقع فرد فروشنده بتونه این کالاها رو به صورت پارامتر بده به این گزارش و نتایجش رو بتونه ازش دریافت بکنه. خب من این کوئری رو کپی میکنم و میام اینجا یک پروژه جدید باز میکنم، پروژه از جنس ریپورتینگ سرویس. این بار من نیو پراجکت میزنم و این بار تو دسته بیزنس اینتلیجنس ریپورتینگ سرویس رو انتخاب میکنم و یک ریپورت سرور پراجکت که حالا اسم این رو هم دوباره بذاریم همون بسکت آنالیسیس قسمت در واقع ریپورتینگش اوکی میکنیم و این پروژه برای ما
ساخته میشه. اینجا رو فولدر ریپورت که من رایت کلیک میکنم میتونم اد نیو آیتم بزنم و حالا بگم به آیتمی از جنس ریپورت میخوام و این رو اد بکنم به این مجموعه در واقع گزارش‌هایی که احتمالاً دارم. اینجا خب من تبی به اسم ریپورت دیتا دارم که در واقع معرف دیتایی که پشت این ریپورت قرار خواهد گرفت. اینجا من باید اول یک دیتا سورس معرفی بکنم. دیتا سورس من همون منبع داده این گزارش خواهد بود که منبع داده ما الان میشه پروژه مالتی دایمنشنالمون، پروژه دیتا ماینینگمون که میخوایم اون کوئری دی ام ایکس رو روش اجرا بکنیم. خب من اسم دیتا سورس هم مثلا میذارم فرض بکنید دی ام مثلا دیتا سورس یا دیتا ماین دیتا سورس. اینجا نوع منبع داده رو آنالیز سرویس انتخاب میکنم، دکمه ادیت رو میزنم و اینجا مشخصات کانکشنم شامل سرورم، سرور لوکال و بسکت آنالیز دی ام نام دیتابیس هم رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم و این رو هم اوکی میکنم که این دیتا سورس ساخته بشه. در مرحله بعد سراغ ساخت دیتا ست باید برم که دیتا ست در واقع میشه اون کوئری که من میخوام اجرا بکنم که اون فیلدهای اطلاعاتی رو برای من برمیگردونه و من از اونها در ساخت گزارش هم میتونم استفاده بکنم. الان این رو اسمش رو میذاریم مین دیتا ست و میگیم که ما میخوایم روی این دیتا سورس دی ام دیتا سورس کوئری در واقع بنویسیم. کوئری دیزاینر رو دکمه‌اش رو میزنیم. اینجا صفحه‌ای که برای ما باز شده مدل همون صفحه در واقع ریپورت بیلدریه که توی ویژوال استودیو داشتیم. من اینجا میتونم از این مود دیزاینش خارج بشم و این کوئریم رو اینجا پیست بکنم، کوئری که اونور دارم و میدونم کار میکنه. فقط الان مسئله‌ای که هست من میخوام به عنوان مثال توی این گزارش 3 تا پارامتر تعریف بکنم. من اینجا پارامترهای @p1 @p2 فرض کنیم 3 تا کالا رو قراره از کاربر بگیریم و مثلا 3 تا کالا رو بهش پیشنهاد بدیم. به این ترتیب این 3 تا پارامتر رو اینجا تعریف میکنیم و حالا البته توی این صفحه بالا صفحه کوئری پارامترز هم باید من این پارامترها رو به این ترتیب تعریف بکنم و P2 اینم پارامتر سوممون که این پارامتر رو به این ترتیب تعریف میکنیم و نهایتاً این کوئری ما ساخته میشه. من این صفحه که اوکی بکنم الان این در واقع مین دیتا ست من هست که یک خروجی خواهد داشت. این خروجی همون لیست کالاهای پیشنهادی خواهد بود. الان من اگه این لیست کالاهای پیشنهادی رو توی این فضا بیام یک عرض کنم که یک تیبلی بذارم برای نمایش این، خب میتونم این تیبل رو بگم که این ستون اکسپرشن مدل رو نشون بده که حالا ما البته میتونیم نام کاستومایز تری برای این ستون بذاریم، مثلا بگیم که اسمش باشه recommended products و حالا این ستون های اضافی رو هم من دیلیت میکنم که به این ترتیب مزاحم کار ما نشه. خب این ستون رو میشه حالا فضاش رو ذره بازتر کرد، این رو میشه بولدش کرد، این سر ستون رو میتونیم بک‌گراندی بهش بدیم که حالا به حال این کارهای تصویرسازی هم باعث درک بهتر و استفاده صحیح‌تر و راحت‌تر از اون گزارشی میشه که شما طراحی میکنید. من فونت اینا رو یه ذره بزرگ بکنم چون این تنها چیزی که ما تو صفحه میخوایم نشون بدیم. فرض بفرمایید که به این ترتیب من اینا رو به این اندازه بزرگ بکنم که بتونیم بهتر ببینیمش. خب و حالا الان من این رو که قبل اینکه اینو اجرا بکنیم باید بیایم در داخل این پارامترها البته یه سری تنظیمات دیگه هم انجام بدیم. الان ببینید ما این پارامترها خب این 3 تا پارامتر اینجا ساخته شدن، ولی که این پارامترها الان با توجه به این که دیتا تایپشون تکست هستش، خب 3 تا تکست رو به ما نشون میده که کاربر باید نام کالاها رو دقیقاً اونجا وارد بکنه که ممکنه خب به هر حال در نگارشش اشتباهی بکنه و باعث بشه که این پردیکشن به درستی انجام نشه. و بهتر اینه که خب لیست کالاها رو ما توی ستون نشون بدیم توی کامبو باکس و
اونطوری کاربر فقط انتخاب بکنه کالاهاش رو. برای اینکه همچین کاری بکنیم من یک کوئری دیگه هم میخوام. اون کوئری رو در واقع کوئری میخوام باشه که لیست این کالاها رو از داخل این انجین دیتا ماینینگ من بخونه. من میتونم مثلا بزنم select star from نام این مدل .cases که داده هایی که در این مدل هست رو این به من برمیگردونه. حالا البته من فقط اون ستون دومش رو میخوام، ستونی که در واقع کالاها در داخلش هست و البته میخوام به صورت فلتند شده هم این رو به من نشون بده که داده ها مسطح باشه، اینجوری ساختار مستر دیتیلی نداشته باشه. الان من میتونم تمام این کالاها رو در یک مجموعه ببینم، ولی خب چون این کالاها بعضا تکرار شده توشون داره، برای اینکه من اینا رو داده های تکراری نیارم یه سلکت دیگه میتونم به این اضافه بکنم، بگم select distinct این مجموعه، حالا اسم این رو بذارم T و select distinct این ستون. البته این ستون الان اسمش یه ذره تغییر کرده، یه دات مدل هم چون فلتند شده یه دات مدل هم ما باید در واقع تحت اضافه بکنیم و اینجا های فرام هم میخواد. من این رو اجرا بکنم ببینیم که به چه ترتیب میشه. خب الان این کار کرد. یه اوردر بای هم میذاریم روش که اینا و اون چیزی که به کاربر نشون داده میشه ترجیحاً مرتب شده باشه که راحت‌تر بتونه انتخاب بکنه. این رو من الان اجرا که بکنم میتونیم به این ترتیب لیست کالاها رو ببینیم. من این لیست کالاهایی که یک گزاره در واقع DMX دیگر هست رو میارم اینجا به عنوان یک دیتا ست جدید اضافه میکنم. یعنی من اد دیتا ست میذارم، اسم این رو برفرض میذارم پروداکتس دیتا ست و میگم که میخوام دوباره رو همون دیتا سورس DM دیتا سورس یک کوئری جدید بنویسم. دوباره از کوئری دیزاینرش خارج میشم و این متن رو اینجا می‌نویسم. خب این الان یک دیتا ست جدید شد که لیست کالاها رو برای من برمیگردونه و حالا من میتونم اون پارامترها رو دبل کلیک بکنم و بگم available value شون، یعنی اون دیتایی که میتونه توی اون پارامتر نشون بده رو از یک کوئری در واقع بگیره. میگم از دیتا ست پروداکت دیتا ست این ستون رو به عنوان value و همینطور به عنوان لیبل یعنی چیزی که نمایش میده انتخاب بکنه. دیفالت value هم که نداشته باشه. همین کار رو برای پارامتر بعدی هم انجام میدیم، یعنی میایم توی available values و میگیم که داده های این کامبو باکس رو از روی product data set بارگذاری بکنه و در اختیار کاربر قرار بده. و همین ترتیب پارامتر سوم هم همین تنظیم رو براش انجام میدیم و بنابراین بعدش میتونیم فکر میکنم نتیجه گزارشمون رو ببینیم. خب اینا رو انتخاب میکنیم. باز من این دیفالت ولیو رو هم برمیدارم. خب فکر میکنم که دیگه کارمون تقریبا به انتها رسید. من دکمه پریویو رو که بزنم، خب باید کمی منتظر بشیم که اولین اجرایی که این ریپورتینگ سرویس میخواد بکنه انجام بشه. خب الان ببینید من 3 تا پارامتر 1 2 و 3 رو دارم. پارامتر 1 الان میبینید که حالا لیست تمام محصولات رو برای من میاره که این از اون دیتا ست دوم داره خونده میشه. all purpose bike stand رو مثلا من انتخاب میکنم، فرض بکنید اینجا HL road tire و مثلا hydration pack رو انتخاب میکنم. این 3 تا کالایی که میگم مثلا من این 3 تا کالا رو و فرض مشتری من خرید کرده. الان این انجین به من رود تایر تیوب، پچ کیت و واتر باتل رو پیشنهاد میده. من اگر که انتخابم رو تغییر بدم، مثلا فرض کنید بذارم ML Mountain Tire و فرض الان باید این کالاهای من عوض شه که خب الان میبینید که Mountain Tire تیوب اومد به جای یکی از اون کالاهای قبلی اینجا قرار گرفت و ترتیب اینها اندکی عوض شد. یا به همین ترتیب دوباره اگه کالاهای دیگری رو انتخاب بکنم دوباره میتونیم شاهد این تغییرات باشیم. خب این الان شد اون در واقع یک سمپلی از یک سیستم DSS که این سمپل عرض کنم که میتونه مورد استفاده یک شخص فروشنده قرار بگیره. البته محیطی که خب ما با من دیولپر طراحی کردیم این محیط هست. ما باید الان این پروژه رو دیپلوی بکنیم روی
ریپورتینگ سرویسمون روی سرویس ریپورتینگ سرویس تا این تبدیل به یک گزارش وب بیسی بشه که واقعا در عمل کاربرا بتونن از هر جای سازمان از این استفاده بکنن. قبل اینکه من پروژه‌ام رو دیپلوی بکنم پراپرتی میگیرم از این پروژه و اینجا در قسمت تنظیمات دیپلویمنت میگم که این رو چه سروری دیپلوی بشه که فکر کنم اینجا من باید روی SQL 2016 مثل SQL Server 2016 که اینستنس دیگه ای که من روی این دستگاه دارم باید این تنظیم رو فکر کنم اعمال بکنم، به این دلیل که من ویژوال استودیو که الان باز کردم ویژوال استودیو 2015 هستش و بای دیفالت این روی 2016 فکر کنم بهتر این با هم سازگارتر باشن و این دیپلویمنت بتونه درست‌تر انجام بشه. از این ور من آدرس ریپورتینگ سرویس هم رو اگه بخوام الان باز بکنم میتونم برم توی ریپورتینگ سرویسز کانفیگوریشن منیجر و اینجا در قسمت وب سرویس URL الان من میتونم این آدرس رو باز بکنم، فراخوانی بکنم که اینجا خب الان البته به من نشون نداد. این فکر میکنم که دلیلش این هستش که من روی این دستگاه فیلتر چکنی گذاشتم که الان این آدرس لوکالی رو برای من تشخیص نمیده، ولی که فکر کنم دیپلویمنتمون بدون مشکل بتونه انجام بشه. و حال خب بذاریم ببینیم که این دیپلویمنت، بله دیپلویمنت کاملا انجام شده. الان این آدرس در واقع وب سرویس URL من هستش که این دیپلویمنت رو اون صورت گرفته، دیپلویمنت انجام شده و خب اینجا من فکر میکنم که یا آدرس دیگه ای رو هم تست بکنیم. بله الان به دلیل فیلتر شکنی که ما داریم خب اینو رو صورت وب نمیتونیم ببینیم، ولی تو محیط وب هم به هر حال همین فضا رو کاربر در قالب صفحه براوزر میتونه ببینه که توی اون صفحه براوزرش کاربر بدون داشتن هیچ اپلیکیشنی صرفا اگه دسترسیش رو تضمین کرده باشه میتونه همچین فضایی رو در اختیار داشته باشه و از این امکانات استفاده بکنه. خب الان من فکر میکنم که شاید فرصت خوب باشه که حالا اگر که دوستان سوالی راجع به این قضیه دارن این سوالاتشون رو مطرح بکنن، من در خدمتشون هستم. مرسی آقای یوسفی، ممنون از خواهش میکنم. ارائه که دادین، خیلی مفید بود. سوالی که تا حالا پرسیدم بیشتر در مورد این بود که این آیا این جلسات رکورد میشه، جایی ذخیره میشه که من آدرس سایت کانال آپارات و یوتیوب رو گذاشتم، حالا هر کدوم رو که خواستن فالو کنن وصل بشن. بله. غیر از اون هنوز سوالی نیست. اگه سوالی دارین الان میتونید بپرسین تو این چند دقیقه باقی مونده. هنوز سوالی نپرسیده. حالا اگه سوالی داشتن دوستان، شما ایمیلی یا توییتری، اکانتی چیزی دارید که بتونن با شما تماس بگیرن؟ بله بله الان تصویر من همچنان اسکرین من رو هم دوستان میبینن. بله بله خب من میتونم الان این در واقع آدرس ایمیلم رو اینجا من تایپ میکنم که به اضافه اینکه بنده توی لینکدین هستم، اونجا هم توی شبکه بنده اگر باشن که من خوشحال میشم و اونجا یا با ایمیل میتونن سوالاتشون رو از بنده بپرسن. اگر که سعید جان صداتون قطع شد. من صداتون رو ندارم. فکر میکنم میکروفونتون قطع شد، چون مثلا من هیچ صدایی ازتون ندارم.
دوستان کسی صدای آقای یوسفی رو میشنوه؟ من که نمیشنم. خب مثل اینکه دوستان هم صدا ندارن. حالا سلام مجدد. بله من این متاسفانه اینترنتم به دلیل همین استفاده از فیلتر شکن قطع و وصل میشه. الان در خدمتتون هستم، ببخشید. خواهش می‌کنم. فقط همون نوتپدی که ایمیلتون توش بود، خب این ایمیل آقای یوسفیه. حالا یه چند تا سوال هم مطرح شد. یکی پرسیدند که مزیت این نرم افزار با کلیک ویو چیه؟ فکر کنم منظورشون بود که فرقش یا مزایاش نسبت به کلیک ویو چیه. بله. خب ببینید، واقعیتش اینه که ما برای پیاده سازی پروژه‌های بی آی در کل ابزارهای متعددی داریم. مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که هر ابزاری که انتخاب میشه خیلی خوب و حرفه‌ای باش کار بشه و خب کلیک ویو هم جز ابزارهای خوب تلقی میشه، ولی یعنی نمیشه گفت بده، ولی خب متأسفانه خیلی از پیاده سازی هایی که من دیدم در کشورمون انجام شده رو کلیک ویو خیلی در واقع جونیور و خیلی ضعیف بوده. ولی با این حال اگه بخوایم به مزایای خاص پلتفرم مایکروسافت اشاره بکنیم، میتونیم بگیم که خب این پلتفرم یک ریچ پلتفرم هست که ما در واقع تمام زوایای مختلف یک پروژه بی آی رو از بحث طراحی دیتا هاوسش، لایه ETLش، ساخت لایه اولپش، بحث پرزنتیشن، بحث دیتا ماینینگ، همه اینها رو در یک ساختار واحد کنار هم دیگه داریم که اینا هم دیگه رو ساپورت میکنن، اینتگریتد هستن، همشون با هم و حال ارتقا پیدا میکنن و کار کردن توی محیط خیلی راحت هست. ضمن اینکه به هر حال این محیطیه که از لحاظ تعداد کاربرانی که در دنیا استفاده میکنن فکر میکنم که رنگ خیلی خوبی نسبت به بقیه رقبا داره. مرسی، ممنون. سوال دیگه این بود که یه نقشه راه برای تبدیل شدن به یک بی آی کار خوب لطفاً ارائه بدید. والا عرض کنم چیزی که به نظر من پیش نیاز این مسئله هست، البته اینجا بگم که خود جناب آقای مهندس راد توی این زمینه ها صاحب نظرتر از من هستم، ولی حالا چون من سخنران این جلسه من هستم، با اجازه از ایشون من جواب سوالا رو میدم. عرض کنم که چیزی که من فکر می‌کنم به عنوان پیش نیاز توی این قضیه لازم دارن دوستان، دانش SQL و کار با دیتا و ریلیشنال دیتابیس به صورت حالا هر چه حرفه‌ای‌تر بهتر هست. در واقع میتونیم بگیم پیش نیازش روی کار بی آی این هستش که دوستان مفاهیم دیتابیس، طراحی دیتابیس، مباحث ادمنستریشنش رو تا حدی بتونن خوب یاد بگیرن و بعد از اون دیگه خب به هر حال کارهای زیادی توی این حوزه میشه انجام داد که به هر حال بس در واقع دوستان بعد اینکه یک اوورویو کلی نسبت به مباحث بی آی پیدا میکنن، شاید علاوه خصوص اگه تو کشورهای دیگه کار بکنن، شاید باید دیگه راهشون رو انتخاب کنن، یعنی ببینن که خب به هر حال میخوان بیشتر تو حوزه ETLش کار بکنن، تو حوزه اولپ میخوان کار کنن، تو حوزه دیتا ماینینگ میخوان کار کنن، چون به هر حال تو هر کدوم از اینها به هر حال راه برای جلو رفتن خیلی خیلی زیاد هست و مطالب زیادی رو میشه یاد گرفت. من فکر می‌کنم که از اون پایه اگه بخوان شروع بکنن، پایه این کار در واقع ریلیشنال دیتابیس هستش. خیلی هم عالی، مرسی. یه سوال دیگه که میدونم سوال فکر می‌کنم بیشتر یه توضیح در بود که مطلب این بود که گفتند از حالتهای گرافیکی مثل نرم افزار پاور بی آی هم میشه انجام داد. منظورشون گزارش پاور بی آی دید سوال نبود. بله بله حالا درسته. سوال دیگه این علاوه خصوص که به هر حال پاور بی آی رو در نسخه های جدید میشه رو ریپورتینگ سرویس هم پابلیش کرد که خب خیلی اینم خوبه، واسه کارم میشه کرد. بله فیچر خیلی خوبی. بله فیچر خیلی خوبی. سوال دیگه در ضمن با اینکه ایرانی هست که بشه با نتایج قابل لمس‌تر برای مدیران توضیح داد، فکر کنم منظورشون اون دیتابیس سمپلیه که شما استفاده کردین، دیتابیس سمپل ایرانی فکر کنم منظورشون اینه که هست. دیتابیس سمپل ایرانی.
والا من خودم چند بار سعی کردم توی دوره‌های آموزشیم از دیتابیس‌های به هر حال لوکالی‌تر استفاده بکنم، ولی خیلی کمک نکرده، به این دلیل که دیتابیسی مثل ادونچر ورک خیلی روش کار شده برای اینکه بتونیم انواع و اقسام مثال‌های مختلف. خب فکر کنم صداتون دوباره قطع شد. یه خورده صبر میکنیم تا ببینیم صداتون وصل میشه. تا زمانی که حالا شما صدات وصل بشه، سوال بعدی اینه که با توجه به مسائلی که گفتین احتمال اشتباه هست چطور بفهمیم درست طراحی شده و در واقع چطور متوجه اشتباه در طراحی بشیم. که خب حالا اگه وصل بشن آقای یوسفی دوباره میتونیم بررسی کنیم. خب حالا تا آقای یوسفی وصل بشه من جواب سوال بعدی میدم. گزارش های گرافیکی نموداری توی نرم افزار چطور هست؟ اگه منظورتون نرم افزار ریپورتینگ سرویسز هست، شما میتونید مثل پاور بی آی توش چارت های مختلف داره، کالم چارت داره، بار چارت داره، لاین چارت داره، پای چارت، همه انواع اقسام این داده ها رو داره که شما میتونید ایجاد کنید، اصلا میتونید دیتا ست بهش و ایجاد بکنید. آقای یوسفی تا شما وصل شید من یک سوال رو جواب بدم. خواهش میکنم، من وصل شدم. بله بله. خواهش میکنم، خیلی هم لطف کردید. فقط یه سوال دیگه، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. گفتن که با توجه که مسائل گفتین احتمال اشتباه هست چطور بفهمیم درست طراحی شده و در واقع چجوری متوجه اشتباه در طراحی بشیم؟ ببینید من فکر میکنم که درست بودن نتایج به این معنی باید باشه که خب اولا نیاز تحلیلیه که اون پروژه که از اول مطرح شده پوشش داده بشه، و دوم اینکه ما همیشه من فکر میکنم باید از لحاظ پرفورمنس ما باید بهترین باشه. یعنی هر جا ما دچار مشکل پرفورمنس هستیم حتما یه جای کار اشتباه کردیم، به این دلیل که البته میتونه مشکل سخت افزاری هم باشه، ولی در کشور ما ماشاءالله سخت افزارها خیلی خوبه و هیچ سازمانی تو این زمینه مشکل نداره. بنابراین معمولا راه مشکلاتی که وجود داره مشکلات نرم افزاری و طراحی است. بنابراین اگه شما پروژه‌ای میسازید که نیاز تحلیلی سازمان رو پوشش میده و پرفورمنس خوبی هم داره، من فکر می‌کنم که درست عمل کردید و مشکل خاصی وجود نداره. خیلی عالی، مرسی، ممنون و مرسی از دوستان که سوال و جواب خوبی راه انداختند. از آقای یوسف خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم. خواهش میکنم، ممنون از شما. مرسی، متشکرم. رکوردینگ این هم میذاریم توی کانال های یوتیوب و آپارات و میتونید دسترسی پیدا بکنید و جلسات بعدی هم توی وبسایت میذاریم. خیلی ممنون از همگی. خدا ممنون، متشکرم. خداحافظ.